برای گل کردن گانا باهاتون حرف بزنم. خب اگه ما اول این تو قسمت مولتی و میخوام مثلا میخوام با این گانا گلش کنم. خب این قسمت رنگ، این قسمت چی میگه؟ ما میگه آقا تو باید تو هر مپی که بازی میکنی باید دیگه کیل بگیری. یعنی مثلا 5 تا مپ بازی میکنی، 6 تا بازی میکنی، 400 تا کیل رو باید جمع کنی. قسمت دو چی میگه؟ میگه باید فست بزنیم، یعنی بدون دوربین بکشیم. 75 تا که بزنیم همش باز میشه. قسمت سه میگه 45 تا از فاصله دور، یعنی باید بریم یه جا کم کنیم از فاصله دور 45 تا بکشیم. قسمت چهارم داره ما میگه که انیمیا رو با اتشمنت فول بزن، یعنی هرچی میتونیم رو اتشمون بزنیم. قسمت 5 میگه هدشات باید بکنیم، یعنی 80 تا هد باید بزنیم دیگه با این. قسمت 6 هم که میگه نو اتشمنت، یعنی چی؟ یعنی اتشمنت هیچی نداشته باشه، بدون اتش باشه. اینجوری میتونیم یک گانو گلد کنیم. خب بچه ها ممنون میشم من رو فالو کنین. فیلم براتون میذارم هنوز برای دایموند و گان ها و گلد کردن نایف ها. ممنونم فالو میکنید. فعلا